من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل فأتوا بکتاب من عند الله. الان خدای تعالی می فرماید اون معجزه را که شما میخواهید او را بذارید کنار، این معجزه قرآن اگر راست میگید که این معجزه نیست، شما مثل این قرآن یک کتابی بیارید، شما مثل عبارتهای این درست کنید. قل فأتوا بکتاب من عند الله، بیاورید کتابی از جانب الله که هو اهدا منهما، او هدایت بیشتری از این دوتا داشته باشد، یعنی از قرآن و تورات. اگر البته این من نگفتم که قالو سحرانه دو تفسیر داره. یکی سحران به معنی جادو، دو تا جادو هستند، منظور تورات و قرآن هستند. یا اینکه سحران مصدر است به معنی اسم فاعل، ساحران دو تا جادوگرند، یعنی محمد و موسی، هر دو درسته. خب الان الله می فرماید که به اونها بگو کتابی بیاورید که اهدا منهما، از این دوتا اگر واقعا قرآن و تورات سحر است، از این دوتا هدایت بیشتر و راهنمایی بیشتری داشته باشد. این کنتم صادقین، اگر در آنچه که میگویید صادق هستید. فإن لم یستجیبوا لک، اگر اجابت نکردن، جواب ندادن تو را ای پیغمبر، فاعلم انما یتبعون اهواءهم، باور کن، یقین داشته باش که اینها پیرو هوایشان هستند، خواهشاتشان هستند و اینها دنبال حقیقت نیستند، جستجوی حقیقت را ندارند. و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، چه کسی گمراه تر از اون کسی که پیرو هوایش باشد، خواهشاتش باشد، بغیر هدایتی از جانب الله، یعنی هیچ کتابی، هیچ دلیلی از جانب خدا ندارد، صرفاً تابع هوا و خواهشات است. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، به درستی که خدای عزوجل هدایت نمی فرماید قوم ظالمین را. خب الله تعالی ترغیب میده در اینجا به سوی قرآن. ببینید داستان موسی که تمام شد، بازم داستان موسی می آید، اما در وسط جریانی که بین رسول الله و بین قریش مکه بود تقریبا شبیه همون داستان بود. برای اینها هم الله می فرما ما پیاپی راهنمایی می فرستادیم، قرآن را می فرستادیم، آیات نازل می کردیم، شاید پند بگیرند. ولقد وصلنا لهم القول، منظور از قول یعنی آیات قرآن، ما پیاپی فرستادیم، پشت سر هم فرستادیم برای اونها قول یعنی قرآن را، لعلهم یتذکرون، شاید پند بگیرند. الذين آتیناهم الكتاب من قبله هم به یؤمنون، بعضی از اهل کتاب مؤمن را قرآن تعریف می کند، مثل عبدالله ابن سلام، نجاشی، عدی ابن آتم، بسیار دیگر که ایمان آوردند. الله می فرماید کسانی که ما به آنان کتاب دادیم من قبله، قبل از قرآن، هم به یؤمنون، آنان به این قرآن ایمان می آورند.
و اذا یتلا علیهم هرگاه این قرآن بر آنان تلاوت میشه قالوا آمنا به آنان میگویم ما به این ایمان آوردیم که این کتاب حق است انه الحق من ربنا همانا این قرآن حق است از جانب رب ما انا كنا من قبله مسلمین همانا ما قبل از این تسلیم بودیم قبل از این در تورات خوانده بودیم منتظر بودیم که این نبی موعود و این نبی خاتم می آید قبل از این ما قبول کرده بودیم رب العالمین می فرماید اولئک یؤتون اجرهم مرتین این انسان ها این گروه اجرشان دو برابر داده میشه یکی ایمان به تورات یکی ایمان به قرآن ایمان به موسی ایمان به محمد صلی الله علیه و سلم بما صبروا بسبب اینکه اینها صبر کردند استقامت کردند و یدرؤون بالحسنة السیئة مرتين یعنی ضعفین لایمانهم بکتابین التوراة والانجیل دو برابر چرا چون به دو کتاب ایمان دارند تورات و انجیل و الان اوصافشون را خدا بیان می‌فرماید و یدرؤون بالحسنة السیئة به وسیله حسنه سیئه را دفع میکنند ببین این یکی از صفات مردان با خداست که اگر خدای نکرده سیئه‌ای کار زشتی از دستشون انجام میگیرد مرتکب میشوند این کار زشت را به وسیله حسنه دفع کنند یعنی اثراتش را مثلا ما در سوره توبه خواندیم الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات مگر این بندگان من نمیدانند که من خدا توبه را میپذیرم و صدقات را هم میگیرم یعنی قبول میکنم خب نوشتن مفسران که یکی از صورتهای توبه اینه که گناه کردید اشتباه کردید بعد از اون نیکی بکنید تا جایگزین بشه مثلا گناهی کردی گریه میکنی خدایا اشتباه کردم یه پول خوبی هم در راه خدا بده تا این صدقه چیکار بکند اثراتش را از بین ببرد یا مثلا گناه کردی و خدا را ناراضی کردی الان که توبه کردی 100 رکعت نفلی هم بخوان تا اینکه این حسنات جایگزین چی بشه سیئات بشه چند روز روزه بگیر لذا تمام اعمال نیک را چه مالی چه جانی انجام بده لذا الله می فرماید و یدرؤون بالحسنة السیئة به وسیله حسنت دفع می کنند دور می کنند آثار سیئه را و همچنین و مما رزقناهم ينفقون از آن رزق و روزی که ما به آنان دادیم خرج می کنند در راه الله و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وصف چهارمشون اینجا چند وصف برای اهل کتاب خواندیم یکی که ابتدا بود قالوا آمنا به اول ایمان ها نه اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا بعد از ایمان اول اینکه استقامت کردند صبروا وصف اول است وصف دومشان و یدرؤون بالحسنة السیئة یعنی بجای بدیها نیکی انجام میدن وصف سوم و مما رزقناهم ينفقون حب مال ندارند بلکه در راه خدا خرج میکنند وصف چهارمشان و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقتی حرف لغو بشنوند حرف اهل شرک و اهل خرافات را بشنوند اعراض میکنند دوری میکنند پشت میدن و به اونها به خرافاتی ها چی میگن و قالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم اعمال ما برای ما اعمال شما برای شما سلام علیکم سلام علیکم به چه معنی این سلام سلام متارکه هست که وقتی انسان کسی را بخواد ترک بکنه میگه سلام من با تو سلام یعنی من کار ندارم من تو را رها میکنم لا نبتغی الجاهلین ما جاهلین را نمی طلبیم دنبال کاری اونها نیست انک لا تهدی من احببت این متعلق به اول رکوع خواندیم ولقد وصلنا لهم القول
ما برای قریش مکه پیاپی قرآن فرستادیم، قرآن را پیاپی فرستادیم، اما هدایت به دست خداست. بعضی ها ایمان آوردن، بعضی ایمان نیاوردن، بعضی از بظاهر خوبان هم ایمان نیاوردند، سردار بودند، بزرگوار بودند، با رسول الله نسبت و خویشاوندی داشتند، به رسول الله خدمت هم کردند، در حالی که رسول الله دلش میخواست ایمان بیاورند. الله میفرماید انک لا تهدی من احببت، ای حبیب من، ای رسول من، تو هدایت نمی کنی کسی را که دوست داشته باشی، طبعا، ولكن الله یهدی من یشاء، الله است که هدایت میکند کسی را که بخواهد، و هو اعلم بالمهتدین، و او بهتر میداند، عالمتر از به هدایت یافته شدگان. ملاحظه بفرمایید که این آیه در واقع تسلی هست برای رسول الله، به خاطر اینکه رسول الله تبلیغ کرد با چه حرصی که همه ایمان بیاورند. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص بود، میخواست همه ایمان بیاورند، یکی از قریش مکه بدون ایمان نماند. اما نشد. این تبلیغ رسول الله برای بعضی مفید شد، برای بعضی مفید نشد. الان الله اینجا تسلی میده، میگه مساق الآیت لتسلیته صلی الله علیه وسلم. اصل این آیه سوق داده شده برای تسلی رسول الله، حیث لم ینجع فی قومه، چون که مفید نشد در قوم رسول الله، الذین یحبهم، بسیاری از اونایی که رسول الله اونها را دوست داشت، و یحرص علیهم اشد الحرص، خیلی حریص بود بر ایمان اونها، مفید واقع نشد برای اونها. چی مفید واقع نشد؟ انذاره علیه السلام ایاهم، این که رسول الله آنان را انذار کرد برای اونها مفید نشد، اونها نترسیدند، ایمان نیاوردند. مفسران همه نوشتند منظور ابو طالب است، ابو طالب که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی خدمت کرد، دفاع کرد، در تبعید و تحریم رنجها را او هم تحمل کرد، اما آخرین لحظات هرچی رسول الله بهش گفت، امو پدر این کلمه را بر زبان بیار، من به وسیله همین کلمه شفاعت تو پیش خدا میکنم. اما از طرفی ابو جهل و بقیه سرداران میگفتند اترغب عن ملت عبدالمطلب، ابو طالب میخوای از دین عبدالمطلب برگردی؟ لذا ابو طالب مونده بود که سخن برادر زاده را گوش کند یا سخن مشرکان را. بالاخره اینا خیلی تحریکش کردند، خیلی او را تعصب دادند، تا اینکه آخرین کلمه ای که در حدیث میاد کان آخر کلمتی علی ملت عبدالمطلب، آخرین کلمهش این شد گفت من بر دین عبدالمطلب میمانم. فوت کرد، بعد از اون رفت. رسول الله خیلی غمگین شد. الله اینجا تسلی داد که هدایت به دست الله است، تو نگران نباش، الله بهتر میداند چه کسی را هدایت کند، حکمت کارهایش را خودش میداند. سبحان الله. من همیشه برای شما یادآوری کردم انسان در چنین مواقعی به جایگاه والای رب عالمیان پی میبرد که جایگاه انسانها، جایگاه نبوت، جایگاه پیغمبران خیلی فرق دارد. نباید یک انسان یک پیغمبری را برابر خدا بداند. ببینید اینجا رسول الله دلش میخواد که عموی عزیزش ایمان بیارد، الله نمیخواد. در پیغمبران دیگه هم برای شما نمونه مثال عرض کردم. حضرت نوح تمنا دارد که پسرش ایمان بیاورد، میگه یا رب ان ابنی من اهلی، فرزند من اهل من است، ولی الله نمیخواهد. ابراهیم دوست دارد که پدرش ایمان بیاورد، الله نمیخواهد. بس هرچی که الله بخواد همون میشه. پیغمبران الهی هم حتی
قدرت و تصرفی ندارن که هرچی اونا بخوام بشه. این نمونه ها شاید برای این هستند که ما بدانیم همه چیز به دست الله است، استمداد از الله بکنیم، حاجاتمون را از الله بخواهیم، نه از اولیاء الله، نه از دوستان الله. اولیاء الله خودشون در بسیار جاها میموندن، برای خودشون نتونستن کاری بکنن، دلش میخواد که عموی عزیز ایمان بیاورد ولی نمیشه، چون الله مقدر نکرده. لذا الله میفرماید انک لا تهدی من احببت، تو هدایت نمی کنی کسی را که دوست داشته باشی طبعا، ولكن الله یهدی من یشاء، اما الله هدایت می کند کسی را که بخواهد، و هو اعلم بالمهتدین، او بهتر می داند مهتدین را، کسانی که بر هدایت باشند. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، آنان گفتند، این در واقع اشکال بعضی از ملت عرب هست و یا از اقوام عرب. اینها به پیغمبر بعضی ها حتی آمدند گفتند خب ما الان میدونیم تو پیغمبر به حق هستی، ولی اگر ما ایمان بیاوریم خطر داره برای ما، تمام دنیا با تو دشمن هست، اون وقت مردم حمله میکنند، ما را تار و مار میکنند، ما را از بین میبرند، ما را میربایند. الله در جواب فرمود، حاصل جواب را عرض میکنم، بعداً خلاصه جواب را بعداً آیه را ترجمه میکنم. الله میفرماید ببینید من برای اینها چه حرم امنی قرار دادم که از هر طرف رزق روزیش می آید، با وجودی که اینها مشرکند، با وجودی که اهل شرک هستند، ولی باز هم امنیت دارند، آرامش دارند، هیچ خطری اونها را تهدید نمی کند. این مکه وادی لم یزرع هیچ چی ندارد، از هر سمت و سو تمام خوراکی ها، میوه ها برای اینجا میاد. خب وقتی که اینها ایمان بیاورند، وقتی که اینها مسلمان بشوند، اهل توحید بشن، آیا در اون صورت من اینها را امنیت نمیدم؟ الان که مشرکند این امنیت میدم، اون وقت دو فضیلت اینها کسب میکنند. الان فقط حرمت مقام دارند، حرمت این جایگاه دارند، یعنی بیت الله. اون وقت هم حرمت مقام خواهند داشت، هم حرمت ایمان، هم حرمت مقام و هم حرمت ایمان. اون وقت به طریق اولا در امنیت و آرامش خواهند بود. لذا الله می فرماید وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، آنان می گفتند اگر ما پیروی بکنیم از هدایت تو، معك همراه تو، نتخطف من ارضنا، ما از سرزمین خودمون ربوده میشیم، یعنی اقوام و قبائل دنیا به ما حمله میکنند، ما را تار و مار میکنند، ما از ناامنی میترسیم. رب العالمین جواب داد اولم نمکن لهم حرما آمنا، آیا ما آنان را قدرت ندادیم، جای ندادیم در حرمی که امن است، یجبا الیه ثمرات کل شیء، آورده میشه و در واقع گلچین میشه، برچیده میشه به سوی آن میوه های هر چیز، رزق از جانب ما، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثرشان نمیدانند. خلاصه اینه که الله میفرماید در حالت شرک الله اونها را امنیت داده، در حالت ایمان نمیده، به طریق اولا میده. و کم اهلکنا من قریة بطرت معیشتها، الله تخویف دنیوی بیان میفرماید، میفرماید خیلی از اهل شهرها، اهل روستاها، انسانهای قرنهای مختلف، ما اونها را هلاک کردیم، اونها را نابود کردیم. چرا؟ بطرت معیشتها، اونها به خاطر معیشت خودشان تکبر کردن، به خاطر معاش خودشان، به خاطر دنیای خودشان.
یا به سبب معیشت اونا گرفتار سرمستی و غرور شدند. وقتی گرفتار سرمستی و غرور شدند ما هم اونها را مؤاخذه کردیم. بطرت تفسیر معالم التنزیل و خازن نوشته اشرت و طغت، اونها تکبر کردن، طغیان کردن. عطا گفته عاشوا فی البطر، قال عطا عاشوا فی البطر، در تکبر زندگی کردن. فاکلوا رزق الله و عبدوا الاصنام، رزق خدا بود خوردند اما پرستش بتها را کردند. الله می فرماید فتلک مساکنهم، این شهرهایشون است، ساختمانها و کاخهایشون است. گاهی ما هم آثاری را می بینیم، آثار گذشتگان، چه کاخهایی، چه زندگی داشتند، چه عیش و نوشی داشتند، اما امروز فقط خانهایشون به عنوان آثار باستانی هست. ما نگاه میکنیم که متاسفانه اکثر مردم به آثار باستانی وقتی که میروند و نگاه میکنند عبرت هم نمیگیرند، میرن عکس میگیرند، فقط فیلم میگیرند، عبرت نمیگیرند. اینو فکر نمی کنند که این اقوامی که یک روز اینجا زندگی کردند کجایند، اینا چه کمی داشتند، چرا نیستند. لذا الله عزوجل ما را دعوت به تفکر و تدبر میده. الله می فرماید و کم اهلکنا من قریة بطرت معیشتها، چقدر از اهل قریه ها، از اهل شهرها و روستاها، بطرت یعنی اونها تکبر کردن، معیشتها به سبب معیشت دوچار سرمستی و غرور شدن. فتلک مساکنهم، این هستن خانه هایشان، لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، آنها ساکن نشدن اینجا، سکونت داده نشدن بعد از اونها مگر اندک. و کنا نحن الوارثین، ما بودیم وارثان اونها، ما بودیم که بعد از اون شهرها برای ما ماند. و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا. بیان سنت الله است. خدا هر قریه را هلاک نمی کند. قریه هایی که الله تعالی در مراکز اونها پیامبران را بفرستد و رسولان بیایند پیام خدا را برسانند. و امروز جایگزین های پیامبران کتاب ها هستند، علما هستند، قرآن و سنت هست که این در واقع پیام همون پیامبر ماست. الله می فرماید و ما کان ربک مهلک القرى، رب تو هیچ قریه را هلاک نمی کند حتی یبعث، حتی که بفرستد فی امها. ام یعنی شهر مرکزی، به مکه هم می گفتن ام القرى، یعنی مرکز تمام قریه ها. در مرکز اونجا رسولی بفرستد که یتلو علیهم آیاتنا، بر آنها آیات ما را تلاوت کند. و این الله می فرماید که و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون، ما مطلقا هلاک نمی کنیم، ما زمانی هلاک می کنیم که اهل قریه ها ظلم بکنند. منظور از ظلم شرک است. و ما کنا مهلک القرى، ما هلاک کننده هیچ قریه نیستیم الا و اهلها ظالمون، مگر اهلش چی باشند؟ ظالم. و ما اوتیتم من شیء، خب مردم قریش مغرور مالشون بودند، امکاناتشون بودند. الله می فرماید این که چیزی نیست. و ما اوتیتم من شیء، آنچه که شما داده شدید، فمتاع الحیات الدنیا و زینتها، این کالای دنیاست، چند روزی بهره گرفتن و استفاده کردن در دنیا، و زینت دنیاست، رونق و زرق برق دنیاست، تجملات دنیاست. اما و ما عند الله خیر و ابقا، آنچه که نزد الله است اون بهتر است برای شما، اون بهتر است از نظر کیفیت. اینها همه زوال میشند. و ابقا، باقی مانده تر است. شما اینجا در دنیا 20 سال از نعمت استفاده میکنید، 30 سال، 40 سال، فوقش 50 سال، بعداً
در همین جا انسان هایی هستن نعمت های خدا را دارن نمیتونه استفاده بکنن. بعضی از عزیزان را میبینیم خدا عافیتشون بده، همه چیز دارند، امکانات دارند، پول دارند، سرمایه دارند، اما غذا هیچی نمیخورند. تو خونهشون گوشت هست نمیخوره، مرغ هست نمیخوره، انواع غذا هست نمیخوره. میگه مشکل دارم، با من نمیسازه، یا قند دارم، یا چربی دارم، یا کبد دارم، یا قلب دارم، یا فلانه. یک نان خشکی با ماستی. همین جا بعضی هستند از این نمیتونه استفاده بکنند. لذا الله میفرماید این مختصره، حتی در حیات شما بسا اوقات شما نمیتونه از نعمت ها استفاده بکنید، اما اونی که پیش الله است در بهشت برین خیر و ابقا، اون بهتر است از نظر که کمیت باقی مانده تر است. افلا تعقلون؟ آیا شما درک نمی کنید؟ شما متوجه نیستید؟ شما چرا به حقیقت پی نمی برید؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقی كمن متعناه متاع الحیات الدنیا. اینجا الله عزوجل تفاوت را بیان می فرماید، فرق ثمرات ایمان با گمراهی، فرق یک مؤمن با یک مشرک. افمن وعدناه وعدا حسنا، آیا اون انسانی را که ما به او وعده بدهیم، وعده نیکو، وعده بهشت، وعده رحمت، وعده نعمت، فهو لاقی، که این اون وعده را چی؟ ملاقات کند، یعنی طبق اون وعده ببیند. کمن متعناه متاع الحیات الدنیا، آیا این می شود مثل اون کسی که ما به او کالا دادیم، متاع دادیم، متاع زندگی دنیا؟ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، نه اینکه تنها در دنیا کالا بهش دادیم، بهره دادیم، استفاده دادیم، سپس این در روز قیامت از محضرین میشه، یعنی حاضر شوندگان در جهنم که مورد بازخواست و سوال و جواب میشه. آیا اینها با هم برابرند؟ هرگز نه. استفهام انکاری، یعنی نه، برابر نیستند. اینها را وقتی که خدا بخواهد اونجا از اینها چه میپرسد؟ و یوم ینادیهم، روزی که الله اینها را ندا میکند، ینادیهم الله آنها را یعنی مشرکان را ندا میکند، اینهایی که بر لبه جهنم حاضر میشوند آنها را ندا میکند. فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کجا هستند شریکان من، آن شریکانی که شما می پنداشتید، آن شریکانی که در دنیا از آنها استمداد می کردید، از آنها کمک می گرفتید، شما از خدا کمک نمی گرفتید. قال الذين حق عليهم القول، میگویند کسانی که بر آنها قول ثابت شده، منظور از قول عذاب است، اونهایی که دیگه عذاب بر اونها آمد میخواد بیاد، اونها چی میگن؟ ربنا هؤلاء الذين اغوینا، بار اله اینها کسانی هستند که اغوینا، ما اونها را گمراه کردیم، اونها را ما گمراه کردیم. منظور اینه که کسانی که در رأس شرک بودند اونجا اعتراف میکنند، کسانی که سرداران شرک بودند و مردم را به سوی شرک دعوت میکردند، اون علما، اون ملاها، اون آخوندهایی که شب و روز به شرک فرا میخواندند، هستند کسانی که امروز در کانال های ماهواره‌ای شب و روز نشستند برای مردم تبلیغ میکنند، به سوی شرک فرا میخوانند، از توحید و یکتاپرستی تنفر دارند. لذا اینها همه اونجا اعتراف میکنند. هؤلاء الذین اغوینا، اینها کسانی هستند که ما گمراه کردیم، اغویناهم کما غوینا، ما آنان را گمراه کردیم همان گونه که خود ما گمراه شدیم. اما خدایا الان از اینها بیزاریم، تبرعنا الیک، ما از اینها تبری می جوییم، بیزاری می طلبیم. ما کانوا ایانا یعبدون، اینا ما را پرستش نمی کردن، چون بسیاری از رؤسای شرک و کفر بودند که می گفتن ما را عبادت کنید، از ما بخواهید،
ما این قدرت را داریم. خیلی ها هستند میخواهند که به مردم نشون بدند. الان اینا فقط در زمان قدیم نبودند، الان هم خیلی ها همین تبلیغات را میکنند. بعضی پیرنماها هستند، مرشد نماها هستند که مرشد حقیقی نیستند، ولی طور جلوی مریدان خودشون وانمود میکنند که هر مریدی در هر بیابانی، در هر جنگلی، در هر دریایی ما را از ما بخواهد ما بدادش میرسیم، به کمکش میرسیم. معنیش چیه؟ یعنی از ما بخواهید، ما را عبادت کنید. العیاذ بالله. اونجا میگویند خدایا ما اینها را گمراه کردیم، اما الان از اینها بیزاریم، اینها ما را عبادت نکردن. وقیل ادعوا شرکاءکم. الله به مشرکان میگه که شما معبودان خودتان را، شریکانی که برای خدا قرار دادید، اونها را فریاد بزنید، اونها را بخوانید. فدعوهم، اونها را میخوانند. فلم یستجیبوا لهم، اونها اجابت نمی کنند. ورأوا العذاب، هر دو گروه، هم تابع هم متبوع، هم رئیس هم مرئوس، عذاب را میبینند. وقتی که عذاب را میبینند لو انهم كانوا يهتدون، تمنا میکنند کاش بر هدایت بودند. ای تمنوا لو انهم كانوا مهتدین فلا يحتاج الى الجواب. اینجا نیاز به جواب نداره، لو این تمنا هست. تمنا میکنند که اونها بر هدایت بودند. اما الله تعالی بعدا از اونها میپرسد، از ملت ها، از امت های شرک، که ای انسان ها، من انبیا را فرستادم، شما به اونها چه جواب دادید؟ و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین. روزی که الله آنها را ندا می کند میگوید شما چه جوابی، چه پاسخی دادید به مرسلین من؟ فعمیت علیهم الانباء. الله می فرماید پوشیده میشه بر اونها اخبار واقعی. چرا؟ به سبب وحشت و هیبت، یعنی هیچی نمیتونن بگند. به تعبیر محلی ما توتوموت میمانند، زبانشون بسته میشه، نمیتونن جواب بدند. الله میفرماید فهم لا یتساءلون، اونها از هم دیگه هم سوال نمیکنند، مات میمانند. فاما من تاب و آمن، اما این بشارت است، مؤمنین مثل مشرکین نیستند. مؤمنین اونجا شرایط خوبی دارند. الله می فرماید فاما من تاب و آمن و عمل صالحا. اما هر انسانی که توبه بکند، ای تاب عن الشرک، هر انسانی که توبه بکند و آمن و ایمان واقعی به الله بیاورد و عمل صالحا و عمل صالح انجام بده، فعسى ان یکون من المفلحین. امید است که این انسان از انسانهای رستگار و انسانهای موفق بشه، این دیگه اونجا کمبود داشته نباشه. و ربک یخلق ما یشاء و یختار. از اینجا دلائل عقلی شروع میشن. رب تو آنچه که بخواهد پیدا می کند، خلق می کند و یختار و بر می گزیند. ما کان لهم الخیره. برای این انسان ها، برای این جنات، برای این هایی که شما از اونها استمداد می کنید، هیچ اختیاری نیست. ما کان لهم الخیره، بنویسید سواء کان ملکا او جنا او انسا. نه ملک اختیار دارد، نه جن اختیار دارد، نه انس اختیار دارد. چرا انسان ها متاسفانه وقتی در گمراهی هستند انسان ها را میخوانند، از انسان ها کمک میگیرند، از اولیاء و ائمه کمک میگیرند؟ چرا از فرشتگان و جنات کمک میگیرند؟ الله میگه اینها اختیاری ندارند. سبحان الله، الله پاک است از این نوع شریکان. و تعالی عما یشرکون، برتر است، بالاتر است از اون چی که مردم شریک میگیرن با خدا. و ربک یعلم ما تکن صدورهم. ما قبلا خواندیم صفات الوهیت یا شرائط الوهیت چند تا هستند؟ 2 تا. یعنی
ذاتی میتونه اله باشد، معبود باشد، او را عبادت کنیم که دو صفت داشته باشد. یکی قدرت داشته باشد، هر کاری بخواد بکنه، یکی را مریض میکنه، یکی را شفا میده، یکی را میکشد، یکی را زنده میکند، یکی را اولاد میده، یکی را عقیم میکند، یکی را مال میده، یکی را فقیر میکند. این کار خداست. غیر از خدا کسی این کار نیست. این قدرت را ندارد، نه ملکی، نه فرشته‌ای، نه امامی، نه نبیی. دوم اینه که علم داشته باشد، یعنی از احوال ما باخبر باشد. علم غیب که ما اگر در یک خانه تاریک او را صدا زدیم هم خبر داشته باشد. اگر تو بیابان بودیم، اگر در فلان جزیره افتادیم، هیچ که اونجا نیست، او از حال ما خبر داشته باشد، علم داشته باشد، علم غیب. الان این صفات را خدا برای خودش بیان میکند. و ربک یخلق ما یشاء و یختار. همه خلق مال رب تو هست، اختیارات مال رب تو هست. ما کان لهم الخیره، برای دیگران نیست. پس صفت اول الوهیت مالکیه الله. دوم و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. رب هست که میداند از عالم به جای خود ما تکن صدورهم، اون چه که سینه های اینها مخفی کرده، و ما یعلنون، و اون چیزی که آشکار کرده. همه چیز را رب میداند. پس نتیجه میگیریم عالم هم فقط رب بس، عالم الغیب. مدبر و مختار و متصرف و قدرتمند هم فقط رب است. پس و هو الله لا اله الا هو، او هست الله، هیچ معبودی لایق عبادت و پرستش نیست بغیر از او. له الحمد فی الاولی والآخره، فقط و فقط برای اوست حمد و صفات کارسازی. فی الاولی والآخره، در دنیا و آخرت. هم در دنیا مشکل شما را حل می کند، هم در آخرت مشکل شما را حل می کند. وله الحکم، فقط و فقط برای او هست حکم تشریعی و تکوینی. هر دستور به شما میدهد از حلال و حرام او میدهد. هر دستور تکوینی بده، یک جای قحط میاره، یک جای باران میاره، یک جای زلزله میاره، یک جای امنیت و آسایش میاره. این همه به دست او هست. و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردانده میشوید. حال الله تعالی بعضی از دلائل قدرت را بیان می‌فرماید. این دلیل عقلی هست، دلیل اعترافی که دشمن هم این را اعتراف می‌کند. قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل، بگو به من خبر بدهید اگر خدا قرار بدهد همه وقت را شب، مثلا ما تصور بکنیم همه شب باشد، سرمدن الی یوم القیامه. سرمدن یعنی دائما، همیشه دائم تا روز قیامت خدا شب بکند. خب ما نیاز داریم به روز، ما نیاز داریم به فعالیت، به جستجو، به تلاش، به کار کردن. من اله غیر الله یأتیکم بضیاء، کی هست اله شما، معبود شما غیر از الله که یأتیکم بضیاء، برای شما نور بیارد، برای شما روز بیارد. افلا تسمعون، آیا این دلائل را نمیشنوید؟ قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه، به آنان بگو خبر بدهید اگر الله قرار بده بر شما روز را، همیشه روز باشد، سرمدا الی یوم القیامه، دائما تا روز قیامت همیشه روز، هیچ شب نیاد. خب ما نیاز به شب هم داریم، ما 8 ساعت کار میکنیم خسته میشیم، نیاز به تاریکی داریم، نیاز به آرامش داریم، نیاز به استراحت و خواب داریم. من اله غیر الله یأتیکم بلیل، غیر از الله کدوم اله هست که شبی برای شما بیاورد که تسکنون فی، شما آرامش بگیرید، سکون بگیرید؟ غیر از الله کسی هست؟ سبحان الله، الله چه نظامی برای ما درست کرده. از صبح که بلند میشیم کار میکنیم، فعالیت میکنیم، میریم میگردیم و مشغول میشیم تا شب 10 ساعت 12 ساعت. الان انسان احساس میکنه خسته شده، باید یک جایی باشه آرامش داشته. لذا الله تعالی چراغ ها را خاموش میکند، خورشید را میبرد،
سایه شب و چادر شب میفته، همه جا تاریک. الان آرامش، انسان ها نیاز به استراحت داره، میخوابند. اما چقدر انسان بخوابد؟ 7 ساعت 8 ساعت میخوابد، 6 ساعت میخوابد، بسشه. دیگه نیاز داره به روز، میخواد فعالیت بکنه، نان در بیاره، کار کند. دوباره الله شب را میبرد، روز را میاره. این نظام ما بهش فکر نمی کنیم. چقدر ما انسان ها راحتیم با این نعمت الله. یکی از اون نعمت هاست، یک نعمتی که نسبت به بقیه نعمت ها هیچ. لذا الله می فرماید من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه. غیر از الله کدوم اله است که برای شما شبی بیاورد که تسکنون فیه، شما آرامش بگیرید. افلا تبصرون، آیا شما نگاه نمی کنید؟ شما چشمانتون را باز نمی کنید؟ و من رحمته جعل لكم اللیل والنهار، از رحمت الله این است که قرار داد برای شما شب و روز را. لتسکنوا فی، تاکه سکونت کنید در شبش. ولتبتغوا من فضله، تاکه بطلبید فضل الله را، یعنی تجارت کنید، کسب و کار کنید، درآمد داشته باشید. ولعلکم تشکرون، همه و همه برای این است که شما بندگان شاکر الله باشید، شما سر به سجده شکر بگذارید. اما چقدر شما شکر میکنید؟ الله تعالی باز این مشرکان را که از این نعمتهای الهی بهره نمیگیرند و به جای شکر کفر میکنند، به جای توحید شرک میکنند، الله روز قیامت میپرسد، بازخواست میکند. و یوم ینادیهم، روزی که آنان را الله ندا میکند. فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، الله به آنها میگوید کجا هستند شریکان من، آن شریکانی که شما میپنداشتید آنها شریک خدا هستند. و نزعنا من کل امت شهیدا، الله میفرماید از هر امتی ما گواهی در میاریم. این گواه کیه؟ انبیا هستند. همه پیامبران میآیند گواهی میدهند، له امت خودشان یا علیه امت خودشان. اکثر امتها از انبیا تبعیت نکردند، میاند گواهی میدهند. بله، فقلنا هاتوا برهانکم، ما به اونها میگیم بیارید دلیلتون را بر ادعای شرک. شما که در دنیا شرک میکردید، دلیل شما چیه برای اثبات شرک؟ فعلموا ان الحق لله، آنجا میدونند، اونجا یقین میکنند، اونجا به این باور میرسند که ان الحق لله، حق عبادت مال الله است. کاش در دنیا فقط خدا را عبادت میکردیم، کاش در دنیا فقط از خدا استمداد میکردیم، از غیر خدا کمک نمیطلبیدیم. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، الله میفرماید اون افترایی که میگفتند، اون دروغی که میگفتند. دروغ چیه؟ در دنیا میگفتند غیر خدا را میگفتند کار خدایی میکند. از بتان میگفتند این بتها مشکل ما را حل میکند. بزرگان به ما فرزند میدن، اولیاء مشکل ما را حل میکنند، در کار ما، در تجارت ما، در بازار ما رونق میدند. الله میفرماید تمام دروغهایشون و ضل عنهم، گم میشه. اون خدایانی که میگفتن برای ما سفارش میکنن، برای ما شفاعت میکنن، اونها از بین میرن، نابود میشن، ناپدید میشن، پیداشون نیست که بیان برای اینها شفاعت بکنند، گم شدند. اونجا متوجه میشند که واقعا عبادت حق خدا بود، ما در دنیا بیجا شرک میکردیم. الله تعالی بعد از این تخویف اخروی یک تخویف دنیوی بیان میفرماید. اما این تخویف دنیوی یک نمونه هست از یک مشرک مستکبر، قارون از بنی اسرائیل بود. نه اینکه از بنی اسرائیل بود، بلکه پسر عموی سیدنا موسی علیه السلام بود. پسر عمو بودن هم انسان را نجات نمیده، ولو پسر عموی پیغمبری باشی. ببین قارون پسر عموی موسی بود. من نسب موسی را برای شما بخوانم. موسی بن عمران
موسی فرزند عمران است. موسی ابن عمران ابن قاهس ابن لاوی ابن یعقوب نبی. لاوی برادر یوسف است، موسی از نسل لاوی هست. موسی ابن عمران ابن قاهس ابن لاوی ابن یعقوب. قارون کی هست؟ قارون ابن یسحر ابن القاهس. یسحر و عمران با هم برادر بودند، یعنی پدر قارون پدر موسی برادر بودند. او فرزند عمران است، این فرزند یسحر است. هر دو فرزندانی کی هستند؟ قاهس هستند. پسرعموی موسی بود. الله هم میگه در قرآن ان قارون کان من قوم موسی، همانا قارون از قوم موسی بود، از قوم موسی بود. اما فبغى علیهم، بر آنها سرکشی کرد به دلیل کثرت مال وقت زیاد شد ایمان را از این بدبخت گرفت. قارون مؤمن نبود، منافق بود. ظاهرا با این بنی اسرائیل بود اما در استه دل منافق بود. حتی با موسی علیه السلام رقابت داشت. بعضی وقتا پسرعموها با هم رقابت هم خواهند داشت. زنی را پول داد، ما انشاءالله در سوره احزاب میخوانیم. به زنی پول داد که وقتی موسی سخنرانی کرد بلند شد در همون جمع به موسی بگو چرا فلان کار بد را با من کردی، الان برای مردم موعظه میکنی. اینقدر بدبخت بود، دنبال بدنامی موسی بود چون ایمان نداشت. لذا الله می فرماید فبغى علیهم، بر آنان به سبب کثرت مال طغیان کرد، سرکشی کرد. و آتیناه من الکنوز، الله می فرماید ما به او خزانه های دادیم. ما ان مفاتحه، آن خزانه هایی که همانا آن خزانه ها، مفاتح جمع مفتاح است. مفتاح گرچه کلید را میگویند ولی مفتاح اصل به معنی خزانه می آید، به معنی کلید نمی آید. حضرت شیخ رحمه الله می فرماید این تفسیری که بعضی مردم می کنند که کلیدهایش چند بار شتر بود، این درست نیست، بلکه خود خزائن چند بار بودند. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، یعنی خزانه های او لتنوء دشوار می کرد، دشوار می آمد، بالعصبة یک جماعتی را که اولی القوة قدرتمند باشن، یعنی یک جماعتی 10 نفر 20 نفر از انسان ها که اینا حمالی بکنند، خزانه هایش را بار کنند، خزانه هایش را به دوش بکشند، نمیتونست، از بس زیاد داشت طلا و نقره و جواهرات. درباره قارون بعضی ما روایت ها میخوانیم، گاهی در تفسیرها گاهی در کتاب ها. بعضی روایت ها اسرائیلی هستند، قابل اعتبار نیستند. چیزهایی گفته میشه، مثلا میگن وقتی که قارون میرفت 70,000 تا فقط نگهبان داشت، 70,000 تا نمیدونم آشپز داشت، 70,000 فلان داشت. یک اعداد و ارقامی که نه با عقل هم جور در نمیاند. اون چی که از قرآن ثابته اینه که خزائن زیادی داشت، ثروت زیادی داشت، چنان ثروت داشت که یک جماعت نیرومند هم نمیتونست سرمایه هاش را، اون زمان سرمایه ها به صورت نقدی بودند، به صورت طلا بودند، نمیتونست اونها را به دوش بگیرد. اما قوم از طرف موسی به هارون تبلیغ کرد، خیرخواهی کرد. اذ قال له قومه لا تفرح، قوم به او گفت که لا تفرح، فرح به معنی غرور است، تکبر است. غرور نکن، تکبر نکن. ان الله لا يحب الفرحین، خداوند تکبر کنندگان را دوست ندارد. وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره، اون چی که خدا بهت داده به وسیله این دار آخرت را بخر، آخرتت را به وسیله این دنیایت آباد کن. بسا انسان ها هستند خدا در این دنیا بهشون داده، آخرت خودشون را هم آباد می کنند.
آخرت را میخرند. لذا خیرخواهان به این گفتند که وابتغ فیما آتاک الله، در آنچه که خدا بهت داده بخر، بطلب الدار الاخره، دار آخرت را. ولا تنس نصیبک من الدنیا، سهمت را، نصیبت را از دنیا فراموش نکن که در این دنیا باید برای آخرت کار کنی. و احسن کما احسن الله الیک، خدا به تو احسان کرده، به تو داده، تو هم به دیگران احسان کن، به دیگران بده. ولا تبغی الفساد فی الارض، در زمین فساد را نطلب، فساد نکن، ظلم نکن، به سر مظلوم نزن، کتک نزن. ان الله لا يحب المفسدین، خداوند مفسدینی همچون تو را دوست ندارد. اما قارون چه جواب داد؟ جوابش در واقع بیانگر غرور و تکبرش هست. این بدبخت میگه قال انما اوتیته علی علم عندی، اون چی که من داده شدم خدا به من نداده، علی علم عندی، بر اساس اون علمی که نزد من هست، زرنگی که من دارم، زرنگی که من دارم، علمی یا تخصصی. بعضی گفتم منظور از علم کیمیا است که علم کیمیا خاک را چی میکند؟ طلا میکند، اما این ضعیف است. علم در تفسیرها نوشته علم مکاسب و تجارات، من خوب کسب و کار بلدم، خوب تجارت بلدم، زرنگم، لذا این زرنگی من، این وارد بودن من، تخصص من است مرا به اینجا رسونده. انسان وقتی که مغرور بشه بر زرنگی خودش، اون وقت خدا به سرش میزند. الله تعالی در قرآن هم به ما فرموده که تقسیم رزق بر اساس زرنگی و صلاحیت و شایستگی ظاهر نیست. بنده همیشه مثال عرض میکنم، بعضی افراد هستند خدا بهشون علم داده، تخصص داده، حتی دکترای اقتصاد دارند، رشتهشون اقتصاد است، تخصصش را دارند، اما نان شب نداره، چون که بر اساس علم و دانش و زرنگی نیست تقسیم الهی. بسیاری از مردم هستند ما میبینیم بی سوادند، حتی نوشتن نامش را بلد نیست، حساب پولهایش را نمیدونه چقدر پول داره، از بس که الله بهشون داده. کامپیوترها نمیتونه حساب بکنه، خودش را ببینی خیلی ساده هست، فکر میکنی حرف زدن هم بلد نیست. پس الله عزوجل که تقسیم میکند بر اساس اون حکمتی که عند الله هست، نه بر اساس زرنگی، نه بر اساس صلاحیت ظاهری. لذا قارون بیچاره اشتباهش اینجا بود که علم خودش را تأثیر گذار میدانست. قال انما اوتیته علی علم عندی، جز این نیست که من داده شدم بر اساس علمی که نزد من است. الله می فرماید اولم یعلم، آیا این بدبخت نمیداند که ان الله قد اهلک من قبله، همانا الله هلاک کرد قبل از این، من القرون، از قرون گذشته، من هو اشد منه قوه، اون انسان هایی که از نظر مالی از این قوی تر و گنده تر بودند، و اکثر جمعا، اونهایی که جمع بیشتر داشتند، پارتی بیشتر داشتند، ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، مجرمان از گناهشان سوال نمیشوند. آیا فکر میکنه سوال نمیشوند؟ سوال میشوند. الله تعالی یکی از افتخارات قارون را میگه فخرج علی قومه فی زینته، بر قوم خارج شد، فی زینته، در زینت. در زینت یعنی هرچه سواری های خوب داشت، هرچه طلا و مال داشت، اینها را به معرض نمایش گذاشت، به اصطلاح امروزی ما مانور داد. خیلی ها هستند از سرمایه‌داران، پولداران، بالخصوص در کشورهای خارجی، که گاهی مانور پولشان را میدن، مثلا یه ماشینی میگیرن چند میلیاردی، میگوین از طلا هست، هیچ که نداره، خب بر میداره ماشینش را تو شهر یک دوری میزنه، تو دبی یک دوری میزنه، تو اروپا دوری میزنه، تمام مجلات و روزنامه ها می نویسند که امروز فلان با چنان ماشینی آمد.
این الان همون مانور قارونی هست. الله می فرماید فخرج علی قومه فی زینته، خارج شد در همون زینت، در همون مال و سرمایه که داشت. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، همه نادانها دهنشون باز افتاده بود، دهنشون پر آب شد. عجب چقدر مال داره، چه سرمایه‌ای داره. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، گفتند آنانی که اراده زندگی دنیا داشتند. منظور اونهایی که همین دنیا را داشتن، امیدی به آخرت نداشتن و اعتقادی به آخرت نداشتن. چی گفتند؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش برای ما بود مثل آنچه که قارون داده شد، کاش ما هم مثل قارون داشتیم. انه لذو حظ عظیم، این داره بهره عظیم است، خیلی داره، ما نداریم. اما اهل علم، اهل دانش، اهل خرد، اهل منطق اینا را تذکر دادن. وقال الذين اوتوا العلم، گفتن کسانی که علم داده شدن، ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، ویلکم هلاکت باد شما را، بمیری شما چه تمنایی داری میکنید؟ ثواب الهی اونچه که الله میده در آخرت، خیرون بهتر است از کر و فر دنیا، لمن آمن و عمل صالحا، برای کسی که ایمان داشته باشد و عمل صالح داشته باشد. اما ولا یلقاها الا الصابرون، اون خصلت را یعنی ایمان را، عمل صالح را دریافت نمی کنند مگر صابران، کسانی که استقامت در دین کنند. علی ای حال وقتی که قارون مانورش را داد، الله تعالی می فرمه بعد از مانور ما این را خسف کردیم، در زمین فرو بردیم. نه تنها قارون را با تمام سرمایش، نه تنها با سرمایش، با تمام کاخها و باغهایش همه رفتند به سبب، الان تعبیر بکنیم، رانش زمین یا عذاب خدا، همه در داخل زمین فرو رفتن. فخسفنا به و بداره الارض، الله می فرماید ما خسف کردیم، داخل زمین فرو کردیم او را و دارش را در زمین. فما کان له من فئة ینصرونه من دون الله، الله می فرماید اون قارون بدبخت هیچ جماعتی نداشت، هیچ گروهی نداشت که او را یاری کند بغیر از الله. و ما کان من المنتصرین، و نبود از منتقمین که از ما انتقام بگیرد، رفت، نابود شد، مرد. اثری از قارون و از کاخهای قارون هم باقی نماند. این روایت هایی که ضعیف هستند، اسرائیلی هستند، میگه قارون هنوز داره میره و میره و میره در داخل زمین، اینا ضعیف هستند. علما بحث کردند و گفتند، علامه آلوسی نوشته، امام رازی نوشته که ما با توجه به این که فلاسفه مثلا میگن قطر زمین چقدر هست، خب قطر زمین اگر سخن اینها درست باشه تا کجا میره؟ از روایت صحیح این ثابت نیست، قرآن هم نگفته، قرآن فقط میگه ما این داخل زمین فرو بردیم، داخل زمین رفت، به همین اعتقاد داریم و بس. بله، الان اونهایی که دیروز میگفتن کاش ما مثل هارون داشتیم، امروز پشیمان شدن، گفتن عجب، دنیا که داشته باشی اینطور زود از دستت میره، خودت را هم نابود میکنه. و اصبح الذین تمنوا مکانه، گشتند کسانی که تمنا میکردن جایگاه قارون را، بالامس دیروز، امروز چی میگن؟ یقولون ویکأن الله، ویکأن هلاکت یعنی برای کسی که این تمنا را بکند. کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، الله هست، پس معیار خوشنصیبی به رزق نیست. یکی را الله رزق میده، نعمتی هست، یکی را نمیده، هم امتحانی هست، نعمتی هست. الله فراخ میکند رزق را برای کسی که بخواهد از بندگانش، و یقدر، و تنگ میکند
لولا امن الله علینا، اگر الله بر ما احسان نمی کرد، بر ما لطف نمی کرد، لخسف بنا، ما را هم خسف می کرد، ما را هم داخل زمین فرو می برد. ویکأنه لا یفلح الکافرون، هلاکت خرابی برای اون کسی که این تمنا را بکند. انه لا یفلح الکافرون، همانا کافران رستگار نمیشن. کسی که کفر بکند، ایمان به خدا داشته نباشد. حال الله عزوجل بشارت میده، این تخویف بود، ترساند کسانی را که فکر قارونی داشته باشد، مثل قارون نفاق داشته باشند، شرک داشته باشند، اهل ایمان را مسخره کنند. اما اینجا بشارت هست، بشارت اخروی برای کسانی که الله می فرماید دار آخرت مال اونها است. تلک الدار الاخره، این دار آخرت، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دار آخرت مالکی هست. بیایم خودمون را تطبیق بدیم، بیایم این صفات را در وجود خودمون احیا کنیم، انشاءالله دار آخرت مال ماست. نجعلها، الله می فرماید ما قرار میدیم دار آخرت را، للذین لا یریدون علوا فی الارض، برای اون انسان هایی که در زمین تکبر نمی خواهند، ولا فسادا و فساد، نه تکبر می کنند نه فساد می کنند. چیکار می کنند؟ والعاقبت للمتقین، عاقبت برای متقیان است، برای اهل تقوا است، برای انسان های با خدا. عاقبت خوب برای کسی است که از الله می ترسد. من جاء بالحسنه، این قانون هست، قانون الهی، قانون جزا، قانون پاداش و کیفر. من جاء بالحسنه، هر کسی که کار نیکی می کند، کار صالحی می کند، عمل صالح انجام میده، فله خیر منها، برای اون پاداشی هست بهتر از آن. هر چی کردی 10 برابر تا 700 برابر الله بهت اجر میده. فله خیر منها. اما و من جاء بالسیئه، هر کسی که کار زشت انجام بده، کار بد انجام بده، گناه و معصیت انجام بده، فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون. چه رب رحمانی هست، اینجا چند برابر عذاب نمیده، به اندازه بدی الله میفرمه ما جزا میدیم، به کیفر اعمال میرسانیم. فلا یجزى الذین عملوا السیئات، پاداش داده نمی شوند، جزا داده نمی شوند، الذین عملوا السیئات، آنانی که عمل سیئ و عمل بد انجام دادن، الا ما كانوا یعملون، مگر همان که عمل کردن به اندازه عملشان، به اندازه عملشان ما اونها را جزای بد یا پاداش و کیفر بد میدیم. بله، ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. ما گفتیم در این سوره قصص که ما داستان موسی را خواندیم، یک الگویی بود برای هر دعوتگر. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مثل موسی علیه السلام سختی هایی را تحمل کرد، همان گونه که موسی از مصر جلاوطن شد و تبعید شد، و همان گونه که موسی از مادرش فاصله گرفت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه تبعید شد، مجبور شد مکه را ترک بکند. وقتی که رسول الله از مکه خارج شد، بیرون فاصله گرفت، دیده های مبارک اشکبار شد، رو به مکه کرد، گفت من تو را دوست دارم، من نخواستم تو را ترک بکنم، اما قوم مرا مجبور کرد. لذا الله عزوجل تسلی داد حبیبش را که من تو را به جای اصلیت برمیگردانم. ان الذي فرض عليك القرآن،
همانا آن ذاتی که فرض ای انزل نازل کرد بر تو قرآن را لرادک الی معاد برمیگرداند تو را به معاد. معاد یعنی چه؟ المعاد مکه و اراد رده الیها یوم الفتح، یوم فتح مکه. منظور الله این است که در روز فتح مکه تو را به مکه برمیگردانم. خب این متفرع است بر داستان رسول الله، بر داستان موسی متفرع است. اونجا به مادر موسی الله چی گفت؟ انا رادوه الیک. اینجا به رسول الله میگه لرادک الی معاد. اینها شبیه هم. دوم قل ربی اعلم من جاء بالهدى و من هو فی ضلال مبین. ای پیغمبر تو اعلام کن رب من بهتر میداند چه کسی هدایت آورده، چه کسی بر هدایت است، و من هو فی ضلال مبین، چه کسی در گمراهی آشکار است. اونجا موسی هم عیناً همین جمله را گفت. این متفرع است بر اون. و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى و ما كنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب. ای پیامبر من تو امیدی نداشتی که کتابی بر تو نازل بشه، اما خدا تو را پیغمبر کرد. اینم متفرع است بر اون جمله الهی به موسی گفت انا جاعلوه من المرسلین. جاعلوک من المرسلین یا جاعلوه، ما از تو را از مرسلین میگردانیم. پیغمبر را هم میفرماید که تو امیدی نداشتی که کتابی بر تو نازل بشه الا رحمتا من ربک، مگر رحمتی از جانب رب را شامل حال تو بود. لذا فلا تکونن ظهیرا للکافرین، هرگز پشتیبان کافران مباش. این متفرع است بر اون جمله موسی که گفت فلن اکون ظهیرا للمجرمین، من اصلا پشتیبان مجرمان نخواهم بود. الله به رسول الله میگه فلا تکون ظهیرا للکافرین، هرگز پشتیبان کافران نباش. ولا يصدنك عن آیات الله بعد اذ انزلت وادع الى ربك ولا تكونن من المشرکین. الله تعالی اینجا به امت خطاب میکند. ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، باز ندارد شما را از آیات الهی چیزی دیگه بعد اذ انزلت، بعد از اینکه آیات نازل شده، یعنی چیزی دیگه مانع شما و عمل به آیات الهی نباشد. وادعو الی ربک، به سوی پروردگار بخوان. وادعو الی ربک ای الی توحید ربک. ولا تکونن من المشرکین، هرگز از مشرکان نباش. این خطاب به امت است. نه اعتقادا نه عملا ذره‌ای با خدا شریک نساز، شرک نکن. ولا تدع مع الله الها آخر. در آخر لب لباب، آخرین آیه سوره هست، لب لباب را و خلاصه کل سوره را الله بیان می فرماید. اصل این داستان موسی، داستان رسول الله، داستانی از قارون بیان کرد در این سوره، همه و همه برای اثبات توحید است. الله یکی را نصرت می کند مثل موسی، یکی را غرق می کند مثل فرعون، یکی را یاری می کند مثل رسول الله، یکی را از بین می برد در بدر مثل ابو جهل و همسنگرانش. به خاطر چی؟ به خاطر اثبات توحید. جنگ جنگ ایمان و کفر است، جنگ توحید و شرک است. لذا در آخر سوره، در اول سوره توحید را اثبات می کند. الله می فرماید ولا تدع مع الله الها آخر. نخوان، فریاد نزن، دعا نکن مع الله، همراه با الله، یعنی در کنار الله از معبود دیگر نخواه. فقط بگو یا الله ادرکنی، یا الله انصرنی. از خدا بخواه، نه از بنده خدا. الله می فرماید که با الله کسی دیگر را نخوان. استمداد، مدد خواستن فقط باید از الله باشد. چرا؟ چون که لا اله الا هو، هیچ معبودی نیست بغیر از او. معبود یگانه او هست، بقیه همه فنا میشن.
کل شیء هالک الا وجهه، همه هلاک میشند، همه نابود میشند، همه میمیرند و میروند، بعدا خبر ندارند که شما اونها را استمداد میکنید، از اونها فریاد میطلبید. کل شیء هالک الا وجهه، همه و همه هلاک میشن مگر ذات الله. له الحکم، فقط و فقط حکم مال اوست، یعنی قضا فیصله. له الحکم یعنی له القضاء والنافذ فی الخلق، هر چی که او فیصله بکند، یکی را موت میده، یکی را زنده میکند، یکی را فقیر میکنه، یکی را امیر میکنه، یکی را مریض میکنه، یکی را شفا میده، به یکی رونق میده، یکی را بی رونق میکنه، یکی را پادشاه میکنه، یکی را گدا میکنه. له الحکم، حکم مال او هست، قضا و فیصله و تقدیر به دست او هست. این در این دنیاست، در اون دنیا و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او شما برگردانده میشوید. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل